مقامات تفتیشاتی پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان دیروز چندی از نزدیکان شویره جابیرova از جمله مادر و از نشر موریدی پورسش قرار دادند. جسد این شهروند 22 ساله تاجیکستان 9 نوامبر سال جاری بعد 4 روزی گم شدنش از پرتوگاه پایگاه 201 روسیه در محله گیپرزیم دوشنبه پیدا شد و حالا در قتل او افسری همین پایگاه ایوان شرباکوف عیبدار می شود. تحقیق قتل جابیرova به دست داشتن افسری روس در این جنایت را مقامات تفتیشاتی پایگاه حربی روسیه به عهده دارند. تبر رادیو آزادی با تکیه به منبع خود خبر می‌دهد ایدگل عظیم و مادر شویره جابیرova از جانب مفتشان مورد پرسش قرار گرفته است. ضمن دیدار ایدگل عظیمova از مفتشان سوال کرده است که بنا به اطلاع دریافتیشان گویا 4 سرباز روس دخترش را به خوابگاه نظامیان روس برده‌اند، اما چرا یک نفر یعنی ایوان شرباکوف در این قضیه عیبدار می شود؟ مفتشان در پاسخ گفتند که 3 نفر دیگر نیز بر اساس این پرونده پرسیده شدند، ولی آنها گفتند که وقتی وارد خوابگاه شدند هر کدام به اتاق خواب خود رفت. به نقل آنها گویا ایگور با شویره به اتاق وی رفتند. من میگم شونه که 4 کس گناهگار چیده 4 کس نقپیدید نآوردید، میگه که این 4 کس آمده است و خونش برفته است. من گفتم این دروغه، این مافیا رفته است بین شما. گفتم فهمیده؟ گفتم این دروغه. همون 4 کس چی خیلی باید در آورده در کامera در اومده، در 4 کس در اومدن در کامera در بوده و این روز باید در خونش میرفته، چی خیلی در دوری کامera و خونش میرفت و راه دم فرومده رفتن میگرفت. فهمیده؟ گفتم این دروغه. گفتم این چی کار کردگی دختر من توقع کردگی نیست. مقامات تفتیشاتی پایگاه 201 روسیه بعداً زیر متن پرونده و عیبنامه علیه ایوان شرباکوف امضای مادر و دیگر پیوندان شویره جابیرova را گرفته آنها را جواب دادند. نزدیکان شویره جابیرova میگویند که حالا در تردد گرفتن یک وکیل مدافع هستند تا در این قضیه از آنها حمایت خوبتر شود. شویره جابیرova 3 سال قبل ازدواج کرده و بنابر نیافتن فرزند از شوهرش جدا و 1 هفته پیش از مرگش در یکی از آشخانه‌های نزد پایگاه 201 روسیه در محله گیپرزیم به کار درآمده است.